خب سلام بینندگان عزیز، حال شما چطور؟ خوب هستین؟ قربان شما. آری من خیلی وقت بود خدمتتون نرسیده بودم. بعد بیان فکر کنیم چی بگیم. لایکی که نمی‌کنیم برای ما. اینقدر هر میخندی اون گوش لعنتی رو بزنید اونجا تو ما رو میتونیم باز دوباره بیایم اینجا چرت پرت بگیم بخندیم. ولی بعدتون میخنده. حالا ما از شما یه خواهشی داریم. اول کلیپ دیگه من نمیگم، هی دم صد من خوشم نمیاد اون گوشت از شما گدایی کنم به خدا. اون گوشت اون پایین بزنید دیگه. صاحب چیز سابسکرایب کنید ما رو. سابسکرایب میگه حتما باید بکنید. سابسکرایب نکنید اون گوشت هم به در هیچی نمیخوره. خب اینجا خیابانه برادرم. من کار داشتم بچه هم داشتن جای من اینجا بیکار بودم، گفتم ببینم شما چه کار میکنید. عرضم به حضورتون که موضوع چیه؟ یک موضوع چیزی مطرح کنید تا ما رو در رابطه باش صحبت کنیم. خب چی؟ یک کارگردان سندخان با اون گوشیم با آن در ارتباطه. چی؟ سفر زمان. سفر در زمان. سفر در زمان مناسب. حالا دیگه من این همه موضوع سفر در زمان این عقصا میرسه که برن دیگه. بعد نیه. سفر در زمان مثلا که حرکت کنیم، چه ساعتی حرکت کنیم، لق آفتاب رو نیفتیم عدل زور بلنشیم عرق همین طرف من بره، یا مثلا یعنی برف و سرما بلند نشیم بریم دیز بخوریم بریم بذاریم یکی پدر خودمون پدر اون مجده در بیاریم. این میگه زمانی که میخواین سفر کنید زمان مناسبی رو انتخاب کنید برای سفر کردن. همیشه هر ساعتی شد برین نشین لق را بیفتین بندفتیم این خیابان این لگه ناتونه. این نیه؟ چیه؟ سفر؟ من میگم سفر در زمان مناسب دیگه. چی در زمان طاغوت؟ برای بل کن. چیشه؟ سفر در زمان. من میگم سفر در زمان. چیشه؟ سفر داخل زمان. داخل زمان کجا؟ ببخشید بیاندگان از یه چند لحظه کنید این چیزه اسکول من نکرده باشی؟ من میرم ممنی میزم. آخه نمیخواد تو سویچه بدی ول کن. نمیخواد. خب بیاندگان از چه خبر؟ بچه گربه چه خبر اینجا؟ بیا کارش نگیر. یارو بی‌ناموس کارش نگیر. باید راست کرده برش به خودم. آری ول کن. خاک به سرم. ما خودم اندازه گربه هم نمیشه. خدا بدا اون مفتر از همه هم بی‌ناموس خودش میخواره. اون زنی خودش میخواره نشسته کونش اینجور هوا کرده. بفنا شو بی حیا. فیناری در خب بیندگان از این بی تربیت بی شورن دیگه. من نمیتونم دوبون باز از پای در بیام بهتون نشان بدم. ول کن. من تحویلش نگرفت رفت. خدا خوبش کرد. کثافته. تو باشی دیگه اینقدر بی حیا نباشی. گیز تحویلش نگرفت. برش تو کنم کرد. رفت. چیزی ول کن گاهی سفر در زمان. این مسخره نیست. بیندگان از مسخره کنیم که ولش کن. سفر توی زمان یعنی چی آخه؟ زمان میشکنی؟ گل میخوری با زمان چه کارش داری میشکنی؟ تونل زمان. تونل شهید زمان. با چی زمان یه چی؟ تا میخوره؟ چیش تا میخوره؟ ول کن جان مادرت ول کن. آقا هیچی ول کن. سفر در زمان گذشته
یا سفر در زمان آینده. آینده من میشه، گذشته من میشه. حال چی؟ من میگم تو حال فلان ساختمان اتاق، حال آشپزخانه، تو حالو میتونیم سفر کنیم؟ نمیشه. نه چی داره؟ پارادوکس چیه باز؟ پارادوکس داره. کجا پارادوکس داره؟ داشت الان تو چه؟ آقا ول کن، من با بینندگان عزیز میخوام صحبت کنم، ول میکنی؟ پارادوکس باز چیه؟ پارادوکس یعنی گیر داره. زبان انگلیسی میشه گیر انگار. خب چیه؟ پارادوکس چیه؟ پارادوکس پدر بزرگ. پارادوکس مادر بزرگ چی تو؟ نداری؟ اونو ایزنی بچه یک فرش بگیرید. پارادوکس پارادوکس چونه من نداره. خب بینندگان عزیز ول کن. چیشی میگم به خدا علیم نمیشه، شما میشه. پارادوکس میگه داره. پارادوکس من گفتم دوکس دیگه. نه این خودتو پویدی بره من چک ویدیو کنی.